نام من نور است. در گذشته نورا بود، اما به نور تبدیلش کردم. معنای هر دویشان یکی است، فقط در نوشتاری فرق میکنه. من 44 ساله هستم. 3 سال میشه که به اسلام روی آوردم. از سال 2012 مسلمان شدم. خانواده من بسیار معتقد بودن. از زمانی که ما جوان شدیم هر یک شنبه به کلیسا می رفتیم. یعنی کاتولیک های بسیار فعالی بودیم. هر روز به اونجا می رفتیم. روز تمام در کلیسا خودم، والدینم، پدرم و تمام اعضای خانواده سپری میکردم. همیشه کمبودی را احساس میکردم. همیشه دنبال یک چیز خاص بودم. قبلا زندگی خوبی داشتم. فکر میکردم که زندگی خوبی دارم. در گذشته میفهمید خانواده داشتم. خانواده بسیار خوبی داشتم. اما در نتیجه هیچ کدامش حال برم نمانده. تمام چیزا کاملا از دست دادم. خانواده خودم، همراه شوهر خود مشکل داشتم. تجارت من سقوط کرد و هیچ چیز برام باقی نماند. در 2010 به خاطر امی من به دبی آمدم. پیش از اینکه از جای اصلی خود به اینجا برسم 3 روز را در بر می گرفت. 3 روز در سفر بودیم. وقتی که درباره اسلام چیزهای بد می شنیدم واقعا قلبم ناراحت می شد و احساس ناراحتی می کردم. هر وقتی که کلمات و نامای الله را می شنیدم وجودم به لرزه می شد. واقعا در قلبم جای داره. بعد از 1 ماه رمضان آمد. ما به تونیشیا رفتیم. صاحب کار مرا به تونیشیا برد و 2 وقت ماه رمضان شروع شد. در روز اول من صاحب کار خود سوال کردم که آیا من هم روزه گرفته میتونم؟ به خاطر که همگی روزه میگرفتن. صاحب کارم گفت نه خیر، تو روزه گرفته نمیتونی، به خاطر که تو مسلمان نیستی. امی قسم گفت. باز من گفتم چرا روزه گرفته نمیتونم؟ شما خو میگیرین، پس من چرا نمیتونم؟ باز تمام اعضای خانوادهش گفت تو چرا او را از روزه گرفتن باز میداری، در حالی که او خودش میخواد روزه بگیره. روز دوم گفت درست است، اگر میخوای پس گرفته میتونی. باز من روزه گرفتم. حس بسیار خوبی داشتم. گفتم اگر اتفاق خوبی برام پیش بیاید مسلمان میشم. اما وقتی که از تونیشیا برگشتم و دوباره به دبی رفتم پدرم مرد. در اون لحظه حس کردم که این چیز خوبی نیست، به خاطر عبادتم باید یگان چیز خوب اتفاق میافتاد. اگر یگان چیز خوب باشه باز من مسلمان میشم. من این قسم گفته بودم. روز یکی از دوستانم درباره اسلام گپ میزد. با خود گفتم روزه میگیرم، شاید کار خوبی باشه، شاید در طول عمر خود کار خوبی کرده باشم. میفهمید؟ فکر میکردم من خو عبادت کردم، پس چرا پدرم مرد؟ برام گفتن حتی اگر روزه هم بگیرم بازم مرگ یک کار واقعا طبیعی است، حقیقت زندگی است. پس بعد از اون مستقیما به اینجا آمدم و مسلمان شدم. گفتم هیچ سوالی ندارم، فقط میخوایم که مسلمان شوم. من میخوایم بیشتر درباره اسلام بفهمم. بعد از او الحمدلله من در اینجا آرامش پیدا کردم، به خاطر که در بدترین حالت خود به الله رجوع کردم. اما حال الحمدلله من بسیار احساس خوبی درباره اسلام دارم و کاملا احساس آرامش میکنم. در اول یقینا بزرگترین نگرانی من خانواده ما بود. کاکایم حتی نمیخواست که مرا ببینه، به خاطر که او یک پاستور است. هر وقتی که درباره اسلام گپ میزدم او مشکل تراشی میکرد و گپای خود به طریقه دیگه به من میگفت. میفهمید؟ حتی برادرم هم امی کارا میکرد. اما به اونا میگفتم که خدای واقعی را بپذیرید. خانواده من حتی تا 3 ماه همراه من گپ نمیزدن. بعد از اینکه فهمیدن من مسلمان شدم همراه من رفتار خود بسیار تغییر داده بودن. باز هم من به عبادت خود ادامه دادم و از کار خود پشیمان نشدم. اما الحمدلله آنها حال همراه من هستند، قسمی که اصلا مرا پذیرفتند. درباره خانوادهتان فکر نکنید، درباره شوهرتان فکر نکنید. اگر اونا اسلام را نپذیرفتند هیچ کدام مشکلی نیست، به خاطر که هیچ کس شما را بجز الله حفظ کرده نمیتواند. این فقط برای خود شما است.